جدیدترین مدل فیلیپس 6 لیتری سری 3000 مدل 332 مدل حجم 6.2 میلیلیتری داره، صفحه نمایش کامل لمس و یکی از نکات مهمش هم اینه که محفظه داخلی نمایش داده میشه و این مدل هم مثل سری قبلی از یه توری استفاده کرده که قابل جدا شدنه، برای قالب کیک هم میشه استفاده کرد. دفترچه به زبان فارسی رو هم داره، اینجا فارسی هم گفته، البته این مراحل به صورت تصویری نمایش داده. برای دستگاه ما روشن میکنیم. کامل دستگاه هیچ منو یا هیچ چیزی رو نشون نمیده. یکی از مزیتاشه وقتی روشنش میکنیم ما لمسش فعال میشه و منوهای دستگاه به صورت کامل نمایش میده. اگه این قسمت بزنیم برای تنظیم پخت دستی تنظیم دما رو به ما نشون میده، میتونیم دما رو کمتر یا بیشتر بکنیم و اینم قسمت تنظیم زمانه روی 20 دقیقه. و یه چیز جالبه اینه که قفل ایمنی هم داره. دستگاه ما قشنگ سر جاش نداشتیم، اگر احیانا خواستیم استفاده کنیم و خوب جا رفته باشه دستگاه داره ارور. این ارور یعنی که دستگاه یه مشکلی داره، هر مشکلی که میخواد سر جاش و دستگاه روشن شده. الان داره کار می‌کنه بعد از 20 دقیقه و دمایی که تنظیم شده. و اینم قسمت داخلی دستگاه کامل قابل نمایش. شما هم حتی اینجا میتونید تنظیمات رو هم اعمال بکنید، مثلا این رو روشن یا خاموش. خب الان دستگاه حالت توقفه، مثلا برنامه میتونیم تغییر بدیم. هر گزینه یک دما و زمان رو به ما پیشنهاد میده، مثلا حالت یخزدایی، حالت ماهی، سبزیجات و سبزیجات، کیک، توست نان یا تخم مرغ، حالت فکر کنم صرفه‌جویی میشه اگر اشتباه نکنم، و میوه خشک‌کن و گوشت و مرغ. هر کدوم از اینا که شما انتخاب میکنید بازم دما و زمان رو هم میتونید تغییر بدید. مثلا من میزنم سیب زمینی، زمان رو مثلا به جای 36 دقیقه مثلا میزنمش 30 دقیقه و دما رو هم به جای 180 مثلا بیشتر میکنم. هرچی میزان دما بیشتر زمان کمتر، رابطه اکثر و دکمه تایید میدم و بر طبق برنامه خودم شروع به کار. خب حالا اینجا چند تا گزینه جدید تو سری جدید اضافه شده. یکی چراغه، این قسمت پایین مشخصه، میتونید فعال یا غیر فعال بکنید. این گزینه گرم نگه دارن است. این گزینه رو حداقل دما ولی خب با زمان خیلی بیشتری نگه می‌داره. اینم بر طبق گفته دفترچه برای عزیزانی که میخوان تو چند مرحله غذا رو پخت انجام بدن، مثلا غذا رو درست کرد بعد میخواد بهش چیزی اضافه کنه یا بخواد همش بدن، این مدل عالیه. بر طبق گفته دفترچه این به این حالته، یعنی شما تنظیم میکنین فعال که میشه در میارین، سبد رو هم میشه تخلیه میکنین و دوباره میذارین سر جاش، مثلا کم و زیادش میکنین یا مثلا میذارین خنک میشه و دوباره میذارین و دوباره دستگاه شروع به کار میکنه. این نمونه کار درجه 1 متریال فوق العاده. این ما به این میگیم سری چیز کاملیه برای عزیزانی که هم برند فیلیپس میخوان هم یه کار زیبا و با امکانات نسبت به سری جدیدش. این مدل میشه گفت بهترین گزینه برای عزیزان.